سلام علیکم. بالاخره تلس شکسته شد. امیدوارم که امروز چیزی تو سرمون نخوره، شهاب سنگ سقوط نکنه، قحطی نیاد، زلزله، سیل، سونامی، شکیبای هنر شمال. ما فکر می‌کنم 4-5 ماه می‌خوایم این اپیزودو ضبط کنیم و در این 4-5 ماه یا من رشت بودم یا رودابه رشت بود یا جنوب بود. بعد از جنوب اومد گفتم بریم ضبط کن، من دارم میرم رشت. آره و اینجوری بعد میگفتی؟ آره ساعت 3:05 است و ما ضبطمون این کافه‌ای بود که پشتمون می‌بینی، سار کافه. صاحب کافه خواب مونده. تبلیغات معکوس. آره اینو داشت اینجا نیاین جمعه ها به نظرم. اصلا ظهر جمعه واقعا 3 چه نقطه‌ای شکیبا. من 3 نقطه رو در آقا در بعد به ورود 3 تا بازی حق داری انتخاب کنی. خب گل یا پوچ. خب مچ‌اندازی. خب از پشت دوربین گفت سنگ‌ها قیچی. خب کدومش رو انتخاب می‌کنی؟ یه مچ بندازی. خب خیلی قویه، نمیخوام. خیلی قوی بود. نمیخوره. قوی باشه ولی باشه. بابا من میخوام به تو ببازم. مقیمی من میخوام به تو ببازم. برو. خیلی سریع. زهول شدم آمادگیشو نداشتم. خب بیا من به تو ببازم. نه اوکی. واقعا زور داره. به هیکل نیست. واقعا. به پشت بازوه. آقا داستان از اینجاست که رودابه فعالیتش توی تئاتر، میکرو بلاگره و اینفلوئنسره، ولی الان که اینجاست قراره حاشیه تئاتری ها رو بگی. خب دوست داشتین از نوید محمدزاده خوب کاملا ریل. ما اینجا یه جوری داریم ضبط میکنیم که بچه توپو میندازه میاد اینجا وسط اپیزود. بگم زدی تو سرش قبل آره خلاصه من واسه همینه ما خیلی کم همون میبینیم تموم میشیم دیگه کامل تمام دیتا ها. نه بچه‌ها شکیبا داره الان حجبه درست میکنه علیه ما. فعالیت تئاتری دارم، فعالیت مشاوره داشتم، فعالیت مارکتینگ داشتم، فعالیت چی بود؟ مجری کجا بودم؟ مجری کانتنت های سوشال. نه بابا بودم؟ جایی که مشاور تحصیلی بودن تو توی ریلزاشون. اونجا خب دیگه کسی نبود بیاد جلو تو. باشه میشه مجری خودزنی میکنه. خب بفرمایید. ببین به من چند سالته همه اینا رو به بچه‌ها بگی. یه اصل بده. آخه کیو دیدی از یه خانم سنشو بپرسه؟ تو میپرسی. متولد 30 فروردین 1381 هستم، غروب جمعه. آره خب بذار شروع کنم. ببین کانتنت امروز راجع به این چیزی که داشتم فکر کردم که بیام واسه تعریف بکنم، یه اتفاقی خیلی جدیدم افتاده. یه تماسی من گرفتم که اصل داستان تماسه برمیگرده مثلا به 2 سال پیش. ولی یه تماس غیر منتظره من گرفتم چند روز پیش، بهم زنگ زد. حالا اجازه گرفتم ازش که این داستان رو بخوام تعریف بکنم. اسمشو نمیارم، مثلا خانم گل صداش میکنیم. آره به من زنگ زد و گفتش که اون داستانه که برای تعریف کردم و اون اتفاقی که افتاده بود الان تازه دارم نتیجهش رو ببینم. حالا نتیجهش چی بوده؟ یه بنده خدایی توی بدترین شرایط خانم گل رو ترک میکنه. اینی که داره میگه رو میفهمی؟ چون من میدونم ولی شما میفهمی؟ آره ببین حالا دارم اول اندینگ رو میگم. آره که اگه حوصله‌شون از لوس بودنمون سر رفت کلا اپیزودو تموم در کاملا کریستوفر نولانی داره میکنه. آره و من زنگ زد و گفتش که یه اتفاقی افتاده بود 2 سال پیش که من برات تعریف کردم فلان. گفتم آره. خانم گل زنگ زده بود و گفته بود که اون اتفاق افتاد ولی 2 سال دیرتر. آقا یه فلش بک میزنم به 2 سال پیش. من اصلا شوک بودم این تلفن رو که شنیدم. حالا بعد متوجه میشه که چرا. 2 سال پیش من با یه هلدینگی کار میکردم که یکی از منیجرهای یکی از سکشناش بودم، این مدیرهای یکی از بخشاش بودم. بعد حالا ما توی سکشن مثلا 1 سال بود جمع شده بودیم، تیم کاملا بیلداپ شده بود و دور هم دیگه جمع شده بودیم. تیم خیلی خفن، خیلی پر انرژی، خیلی باحال.
مثلا اینطوری بود که از صبح تا غروب که مثلا کار میکردیم با هم دیگه تو سرکله هم دیگه میزدیم بیرون میرفتیم دور هم میرفتیم. خیلی تیم خفنی بودیم کلا. پرانتز واسه هر استارتاپ ما یه خانواده‌ای. نه ما literally یک خانواده بودیم. literally میگم نکنم ولی از اینجا ولی بگیم نه بابا خدای خیلی خوش میگذشت بهم. خیلی دلم تنگ میشه هر از گاهی. بعد ما رسیدیم به یه جایی که قرار بود که حالا یه جذب نیرویی داشته باشیم. مثلا فکر کن 50 تا رزومه واسمون اومده بود. بعد واسه اون سکشن من بودم و اچ آر دیگه، اون منابع انسانی بعد میومدیم مثلا مصاحبه میگرفتیم. من وسط مسابقه خوابم میبرد. یعنی مثلا طرف اومده بود واسه اون پوزیشن شغلی و اصلا یه رزومه های در به داغانه فلان. بعد اصلا فکر کن یک هفته با مصاحبه گرفتیم، یهو خوردیم به یه رزومه که سن پایین، مهارت، تخصص، تجربه بالا، یه چیز عجیب غریبی. بعد من حالا مثلا یه سری سوال داشتم میپرسیدم که همش مثلا نمره میدادم بهشون اینا. نمره ها همه زیر 30 و 40 بود. این دعوت به مصاحبهش کردیم، همین خانم گلو پاشد اومد واسه مصاحبه و نمره شد 91. واو فلفل نبین چه ریزه. اصلا فلفل نبین چه ریزه. اومد واسه مصاحبه نمره شد 91. رزومه جزو اون تاپ لیستای ما بود که اصلا من اینطور که من اینو میخوام، اینو بیارید، هر چقدر حقوق میخواد بهش بدید، بیاد اینو بگید بیاد. بعد ما قبل از یکی از مهمترین کمپینامون بودیم، یعنی دیگه تمام باجت شرکت رو گرفته بودیم، هیچ راه برگشتی هم نداشتیم. یه چیز اصلا عجیب غریبی. بعد خلاصه این اومد واسه مصاحبه، من و همون منابع انسانیمون نشسته بودیم. من از کفتر میترسم، من اینجا پره کفتر. موساکوتقی داره اینجا. آره و این اومد اما یهو با یه شخصیت منزویه، افسرده، نالانه، با یک بشکه قر مواجه شدیم. یه بشکه قری که اصلا چیزی از خودش برون ریزی نمی‌کرد، هیچی نمیگفت. و ما اینطوری بودیم که اگه بیاد توی تیم ما خیلی آسیب میزنه اصلا به استراکچر کل تیم. اصلا کمپین رو بذار در کوزه افسرده ها میمیریم، میشیم داریوش گوش میدیم همه غمگین، همه ناراحت. بعد خلاصه هیچ جلسه مصاحبه تمام شد، من خورده بود تو ذوقم. قبلش هم کلی به اچ آر گفته بودم این خیلی خفنه، این هر چی شد مثلا هر چقدر حقوق خاص بهش بدید و فلان. اومد و دیدیم مثلا آقا نمیشه، دیدیم نمیشه و اچ آر که قهر کرد رفت. من رفتم بیرون یه سیگار بکشم. بعد دیدم این دختره در وایساده. بعد که همینجوری یه کام سیگار می‌ریختم، یه نگاه به دختره می‌کردم، مثلا احساس می‌کردم که مثلا نتایج این همه سال زحمت و فلان اینام شده بودم و یه دونه مصاحبه اصلا ناامید. بعدم منتظر هی داره راه میره، یه مسیر 3 متری رو میرفت برمیگشت. این قضیه مثلا فکر کن 6 7 دقیقه طول کشیده. صداش کردم که خانم گل یه دقیقه میای اینجا، چه منتظری؟ می‌خوای بری چیکار داری می‌کنی؟ اونم منتظر اسنپ هم هنوز اصلا درخواست ندادم. همینجوری داشتم فکر می‌کردم به جلسه مصاحبه. گفتم do you smoke؟ آره. بعدیم یه سیگار کشیدیم با هم دیگه. خیلی برام کاراکتر پارادوکسیکالی بود، خیلی پارادوکسیکال بود. یعنی اون میزان رزومه‌ای که داشت، مثلا فکر کن اگر بخوایم حساب بکنیم 50 تا رزومه قوی با شرکت‌های بزرگ با تیم‌های خفن، یه چیز عجیب غریبی، 50 تا نفر بعدی با اختلاف از این مثلا فکر کن 15 16 تا یه همچین چیزی بود. و مثلا فکر کن یه همچین کاراکتری که این همه کار کرده، این همه رزومه داره، این همه سابقه داره، نمیتونه خیلی آدم درونگرای، حالا اصلا درونگرایی نه، منزوی، حتی آدم منزوی محافظه کار، اصلا چیز عجیب غریبی. بعد خلاص شکی با هیچی من صداش کردم ببینم با سر از کار این من در بیارم. تو چه پوزیشنی بود ببین واسه چون مثلا وب دیزاینر بیشتر بود. تصویرسازی بود که ببین تخصص سئو داشت، یعنی 2 تا پوزیشن اساسی رو با هم دیگه هندل می‌کرد. سئو کارا یکم تو خودشون هستن معمولاً. ببین اقتضای شغلشون این هست. آره. خب مثلا ما سوشالیا نه دیدی؟ نه آره. اجتماعی تا صبح. آره تو هم میدونی. و یه چیز خیلی بولدی که توی رزومه این آدم بود، من دیدم که این آدم تقریبا 8 9 ماه که اصلا کار نکرده، تو مارکت نبوده. تو خودت مارکت رو خیلی بهتر میشناسی، تو 2 ماه کار نکنی 2 سال عقب میافتی، اصلا فاصله میگیری کلا از این مارکت. من دیدم که 8 9 ماه کار نکرده و الان اومده و یه همچین ریکوئستی داده واسه یه همچین موقعیت شغلی. من میگم حالا برام خیلی جای سوال بود که اصلا چیکار داره میکنه و چیه ماجرا. صداش کردم، پاشت اومد، داشتیم حرف می‌زدیم، صدام خروسی شد.
نه داشتیم ما کافی نداریم. ما کافی نداریم، مثلا الان نصف لود شد حالا خرابه. بخوابیم نصفه بعدی اپیزودو بعد از ظهر بگیم. آره بعد این صداش کردم اومد که مثلا ما هم حرف بزنیم ببینم که کیه چیه چیکار است. یکم تو فضای خودمون تر گفتم شاید مثلا حالا اچ آر سنش زیاد بوده یا مثلا استرس مصاحبه گرفته چیزی فلان. یادم خودم آروم می‌کردم که نه رو داوین اینطوری نیست فلان. ناامید نسبت به مارکت، نسبت به پوزیشن شغلی، نسبت به کار، نسبت به زندگی، نسبت به همه چی کلا ناامید. یه قدم فاصله تا خودکشی داشته. قشنگ یه همچین فضایی بود، یعنی انگار که مثلا کاره قلابش بوده به زندگی که مثلا من کار کنم که اصلا فکر نکنم. خیلی آدم‌ها اینجوری داریم ما. ببین آره، ولی ببین اکثرمون نمیبینیم اینا رو تو آدما. نه آدما راجع به بقیه میبینن، اصلا هیچ کسی راجع به هیچ کسی متوجه این قضیه نمیشه. خلاصه سرچ کردم اومد و شروع کردم همین که صحبت کردن. اینو گفتم حالا فرضاً که حالا من که اوکی ام روی رزومت کاملا، یعنی خیلی هم ارتباط گرفتم باهات، خیلی خفنی، خیلی باحالی، دمت گرم، مثلا خیلی کار درسته، ولی اصلا چجوری 8-9 ماه کار نکردی تو؟ چقدر عجیبه واسم این قضیه. بهش گفتم اینو و گفتش که آره حالا مثلا یه داستانایی شد و اینا دیگه نتونستم کار کنم. خیلی دیگه اصلا سربسته است، مثلا درستم نبود، من میخوام بیشتر از این ورود کنم. گفتم حالا مثلا فرض این که حالا اچ آر هم تایید نهایی داد و تو خواستی بیای مثلا اینجا حالا قرارداد ببندی و اینا مثلا با دیگه کار بکنیم، دوست داری مثلا محیط کار رو ببینی، دوست داری مثلا بچه‌ها رو ببینی، اصلا خودت حال کردی با ما؟ مثلا شاید تو حال نکرده با مثلا من نشستم ریخت و قیافه رو نگاه کنم مثلا ممکنه دیگه قرض همه خوششون میاد که. بعد خلاصه گفت آره خیلی دیدم که اصلا اشتیاق داره نشون میده، آره خیلی دوست دارم باهاتون کار کنم. حالا اشتیاقش آره خیلی دوست دارم باهاتون کار کنم، خیلی باحالید، خیلی فلان. آره حالا کار می‌کنیم دیگه. میام یه شرکتی مثل بقیه شرکتی همچین وایبی میداد کلا صحبتش. بعد خلاص برگشت بهم گفتش که خیلی واسم عجیبه که شما خیلی وایب مثبتی دارین میدی. من تا حالا ندیدم که اصلا کسی دنبال نیروی بخواد بگرده، مثلا بخواد با کسی کار بکنه، اینقدر درگیر این باشه که حال بکنه طرف با محیط کارش و اینا. گذشت من گفتم حالا مثلا این نمیذاره زیر بغل من باشه، حالا بیمت هم رد می‌کنی، تامین اجتماعی هم رد می‌کنی، باشه حالا تو بیا فقط تو بیا پاداشم میدم، تو بیا من پاداشم میدم، از روز اول پاداش میبندم اضافه کار 3 برابر بود حساب میکنم. آره خلاصه هیچی دیگه گذشت و ما گفتم دقیقاً دم یکی از مهمترین کمپینای اون شرکت بودیم که یکی از عجیب غریب ترین بودجه ها رو براش لحاظ کرده بودیم. واسه خیلی بد پیش این چه اینقدر احساس نزدیکی کرد با ما. آره یکی از مهمترین کمپینایی بود که داشتیم ران می‌کردیم و یه بودجه مثلا فکر کن آخرین کمپینی که ران کرده بودیم بودجه مثلا 1/5 این بودجه بود که ما گرفته بودیم. و اصلا ببین فکر کن ما 3-4 ما فقط رفتیم اومدیم با همه مدیرا با همه سرمایه‌گذارا صحبت کردیم اون که کمپینر فقط بودجهشو تایید بکنن. بودجه تایید شد و ما رفتیم که این کمپینر رو ران بکنیم. یه سری پوزیشن‌های شغلی نیاز داشتیم واسش که حالا واسش مصاحبه می‌گرفتیم که خانم گل اومد به تیم ما اضافه شد. داشتیم درگیر حالا تدارکات و کارا بودیم که ببینیم چه اتفاقی میفته و حالا به کجا میرسه. پس اینجا اضافه شد. آره تازه اینجا اضافه شد و مثلا فکر کن که ما قرار بود که 1 ماه بعد کمپین رو ران بکنیم. یک ماه مثلا فکر کن 24-5 روز بعدش قرار بود که ما کمپین رو ران بکنیم. اومد و با ما کار کرد و یک هفته 10 روزی توی تیم ما بود و ما دیدیم که اصلا این نمیجوشه با ما. و دقیقاً همون حدسی که داشتم که اگر که این آدم بیاد وارد فضای تیممون بشه تیم خیلی افت میکنه، خیلی خسته میشه و فلان. همه بچه‌ها مثل سیستم خواهر برادری بودن همه با هم دیگه اونجا و همه مثلا نگران این میشدن. دوست داشتن مثلا چه تولد سورپرایزی هر چیزی که مثلا واسه بقیه میگیریم اینم بیاد توی مثلا شرکت بکنه توی جمع باشه با اینا. من اصلا تمایل نشون نمیداد. منم همیشه سعی می‌کردم کلا این فشاره رو این زومه رو از روش بردارم. یه ولی دوست نداره دیگه. حالا سر شلوغه تازه اومده تو جمع تا مثلا آداپت بشه با محیط خیلی زمان میبره با اینا. سعی می‌کردم اینطوری فضا رو تلطیف بکنم یا مثلا بچه‌ها رو کلا ببرم اون برای بچه‌ها به کار نداشته باشید وای مثلا این ناله آروم آره حالا کارشو میکنه حالا یه سری مدلی ان دیگه. بعد خلاصه بالا که مثلا درونگرایی بد باشه نه، بحث اینه که اصلا این آدمه هیچ تمایلی به ساده ترین و ابتدایی ترین ارتباط ها نداشت. بحث اینه نه که مثلا نکوهش درونگرایی و فلان که ما مثلا اکستروورت ها بی‌نظیرن، نه مثلا بحث این نیست. بعد دارم جلوگیری میکنم از فحشای احتمالی. بعد خلاصه میگم اصلا با ما نمیجوشید، نمیومد طرف ما. یه روز
ما تازه دیگه حالا تجهیزات رو از استودیو برداشته بودیم برده مثلا توی دفتر که ببریم حالا محل برگزاری و ویدیوها رو بگیم تیزرها رو بزنیم. کلی تجهیز مثلا فکر کن چند میلیارد تجهیزات توی دفتر بود. یعنی ما همینجوریش مثلا آبدارچی مثلا آخر شب میرفت ما دیگه کلا 24/7 کرده بودیمش، مثلا بیشتر مثلا 3 برابر حقوق میدیم که تو رو خودت اینجا بمون حواست باشه و اینا. توی همچین شرایطی من مثلا محل کاره هم دفتره تا خونه ما یه مثلا 100-1.5 اینا مسیر بود چون همیشه تو پیک ترافیک هم بود. من یه روز برگشتم خیلی عادی طبق روال همیشه خدافظی کردم با بچه‌ها و اینا، اومدم سوار ماشین شدم برگشتم سمت خونه. سر کوچه که بودم یادم افتاد مهمترین هاردی که من باید امشب روش کار می‌کردم روی دیتابیسش و فردا باید مثلا توی جلسه اعلامش می‌کردم نیاوردم. همونو برگشتم دوباره دفتر. برگشتم دفتر رو دیدم که خانم گل تنها تو دفتر نشسته، اکثر برقا خاموشه، فقط سیستم این آدم روشنه و یه نور مثلا اسپاتی داشتیم کنار اون سکشن اونم روشن بود، نشسته در کنج اوضاع داره کار میکنه. بعد گفتم که تو چرا اینجایی؟ نمیری خونه؟ فردا خیلی جلسه مهمی هست، همیشه باید یه ساعت زودتر اینجا باشیم. گفتم حالا میام فلان. گفتم ببین میلیارد تجهیزات تو این دفترها، یه خط پس فردا روزی روی یکی از این از قبل باشه ما تازه بفهمیم میگن تو کردی. یا حواظ من تمام تلاشم باشم میکردم که اینو از خطرات احتمالی اینه مادرشم بچه شیر رو میکشیدم بیرون از ماجرا واقعا، چون خیلی فشار زیادیه و میفهمیدم حالش خوب نیست اصلا. بعد خلاصه گفت نه اوکی حالا وقت داری؟ گفتم که آره شده. گفت یه دقیقه بشینین فایل رو نگاه کن نظرت چیه. رفتم نگاه کردم دیدم خب استراکچر که همون استراکچر فایل کمپینه، هدر که هدر خودمونه فلان، ولی از خط اول دیدم اصلا چیزایی نیست که ما نوشته بودیم. و یکی از قسمت‌های اصلیش که هویت بصری بود و حالا مثلا دیگه بیانگر برند دی ان ای توئه دیگه، دیدم اصلا کلا یه چیز دیگه است. یعنی انگار که مثلا ریبرند کلا ماجرا. یه لحظه شوک شدم. گفتم که فردا صبح جلسه است. الان ساعت 8 شب 9 شب فایل اینه، الان فایلی که این آدم دیگه آخرین کانفرم اون باید میزده. بعد سعی کردم هیچ بروز ندم. گفتم که خانم گل این چیه؟ بعدشم سکته میکردم. گفتم این چیه؟ بعد گفتش که جدای از فایل اصلی، حالا اینو من طراحیش کردم زدم اون تو این 2 ساعتی که بودم، بخون ببین نظرت چیه، اصلا یه فایل دیگه است، یه پیشنهاد دیگه است. گفتم باشه. نشستم خوندم و شکیبا چه حدسی میزنی راجع به فایله؟ اسمم خیلی خفن بوده. ببین من از خردسالی کار میکردم، از سن خیلی پایین کار میکردم تا الان دارم کار میکنم، با هزار تا آدم کار کردم، تا به حال به یک همچین آفری بر نخورده بودم. انقدر شوک شده بودم که همین جوری پای سیستم نشسته بودم و داشتم فایل رو نگاه میکردم. اینطوری بودم که How did you do that? How did you do that? اصلا ببین شوک محض. و گفتم چند وقت داری رو این کار میکنی؟ گفت مثلا تقریبا یه هفته 10 روزی دارم رو این کار میکنم. گفتم چرا نگفتی؟ گفت مگه باید بگم؟ من اینطوری بودم که یعنی چی؟ یعنی چی؟ What do you mean؟ اینو نمیخوای بگی؟ من اگه اینو داشتم پینینت میگرفتم دم در تک تک اعضای این سازمان میبردم. گفتش که نه حالا دو پیشنهاد بود دیگه. گفتم حالا شما مثلا مدیر سکشن خودمونی مثلا در جریان باشی. به من اینطوری بودم که میشه ازت خواهش کنم که فردا اینو تو جلسه عنوان بکنی، بعد اینکه مثلا حالا صحبت ها ران شد و بچه‌ها حرف زدن و همون فایل خودمون رو آوردیم و اینا، تو اصلا بیا اینو عنوان کن. گفت مطمئنی؟ گفتم تو عنوان کن. گفت آقا اگه استقبال نشه. گفتم تو فردا اصلا برو خودت نیار که اینو به من نگفتی، اینو به من گفتی، اصلا برو خودت نیار، اصلا فکر کن اینو به من نگفتی. منم اصلا برو خودم نمیارم که در جریان این فایل هستم. این فایل رو واسه من بفرست، من یه سری سوال روش طراحی میکنم بر اساس نیازهای خود سازمان. چون ببین یه وقتایی تو میفهمی یه چیزی چقدر خفنه، آره. ولی اونایی که باید تایید بدن هنوز خیلی درکی ازش ندارن، میدونی، و تو باید یه هولی به اون سیستم بدی. وقتی میدونی یه چیزی درسته تو باید کار درست رو بکنی. به هر صورت گفتم که حالا من یه سری سوالا ازت میپرسم، جوابش هم بهت میدم، تو فقط بگو، تو اینا رو فقط بگو. ما رفتیم توی جلسه و
یه نگرانی که داشتیم این بود که این قضیه، این پیشنهاد جدید یه چیزی حدود مثلا فکر کن اگه مثلا فرض کن بودجه کل کار مثلا یه عددی 500 میلیون تومان بود، این مثلا 600 صاحب بودن اول اپیزود گفتم هنو خواب موندن تازه اومدن. سلام. به مثلا فکر کن اگر که کل بودجه که ما گرفته بودیم 500 میلیون بود، مثال دیگه عددی، پیشنهاد این دختره مثلا فکر 620 مثلا، نه اونقدر فاصله نداشت. تو کارفرما ایرانی میشه آب از دستش نمیچکه. ماشاءالله آره درست. آب از دستش نمیچکه. یعنی با به خاطر برای خودت دارم کار میکنم، برند توئه، به خدا برند بابای من نیست، برند خودته. و اصلا فکر کن ما همین 500 رو با التماس و جلسه و برو و بیا و 1000 مدل پروپوزال طراحی کن و حرف بزن و فلان، تاییدشو گرفته بودیم، کانفرم کرده بودن و ما این بودجه رو داده بودن. حالا فکر کن ما داشتیم این فکر کردیم که آقا مثلا 120 تومن دیگه مثلا باید بگیریم، یعنی فاصله کمی نیم پله مثلا باید دوباره بگیریم. اینا نمیکنن، اینا فلان. ما همه دغدغه‌مون همین بود. به خانم گل گفتم که من به تو یه سری حالا دیتا میدم، یه سری دیتیل بهت میدم، تو بیا این فایل رو رام بکن تو جلسه، من ازت یه سری سوال کلیدی میپرسم که واسه اینا مهمه، جوابش رو بهت میدم. تو هم جواب رو باید پرسونالایز بکنی، همینجوری خیلی تر و تمیز و مثلا شوسربه بذاریم اینجا، تو طرف این شکلی نیست که میفهمه. خلاصه گفتیم و رفتیم توی جلسه و همه اول گارد مطلق و من سر اون جلسه یکی از نیروها مجبورم اخراج کنم سر همون جلسه. اینقدر که گارد عجیب غریبی داشت و پیکمی سازمانی ندیده بودم تا حالا. پیکمی سازمانی بود. بعد تو تیم منی، حقوقتو من رد میکنم، تایید پاداشتو من دارم میدم، ساعتتو من دارم کافر میکنم، چرا واسه مدیر یه سکشن دیگه کلنده؟ جفتشون همجنس بودن. نگفتم مثلا داستانی داشته باشم فلان و اینا، اصلا نبود اصلا همچی تایپی. تو که پیکمی سازمانی ندیده بودم. بعد اون جلسه مجبور شدم واسه یکی از بچه‌ها رو اخراج بکنم، انقدری که داشت اذیت می‌کرد و چوب لاچرخه این پروژه میذاشت و من میفهمیدم که خروجی این پروژه چه چیز خفنی قراره بشه. یعنی مثلا ورودی‌های اون هولدینگ اگر که مثلا 20 بود، بعد اینکه ما با خون جیگر این کمپین رو ران کردیم شده بود 70-75 مثلا، از 20 و 75 یه پله‌ایه که اصلا نمیشه یه وقتایی نمیشه بهش فکر کرد. مثلا تو 20 تا 25 مثلا داری برنامه‌ریزی می‌کنی. آره خلاصه ما رفتیم و این جلسه رفتیم و این آدمه اومد و اینو ارائه داد و توی ارائه من با یه کاراکتری مواجه شدم که تو بگم که من اینو استخدام نکردم. یه جوری مسلط و برونگرا و جواب سواله همه. بعد شروع کردم به مدیرای دیگه سوال پرسیدن، سوالای عجیب غریب. و من اینطوری بودم که بابا این چه نخبه‌ایه، دو قطبی باشه. اصلا دو قطب نما بود، دو قطبی چیه؟ و خلاصه چی دیگه برگشتم آفتاب کدوم وریه که میپرستی؟ اصلا من اینطوری بودم که وا چی شد حالا ولی خدا چی خوردی دیشب اینو هر شب بخور. آره واقعا. بعد خانم گل ببخشید خیلی هم دارم تخریبش میکنم. بعد ولی خب پدر من در جیگر منو در آوردی. آقا خلاصه هیچی. بعد از اینکه حالا مثلا جلسه رفتیم و اینا، بعدش گفتم که خوبی؟ چی شد یهو اصلا؟ من همچین چیزی اصلا ندیده بودم. بعد خب ما خیلی فضای اینو داشتیم که 2 نفری با هم مثلا بریم سیگار بکشیم، 2 نفری بخوایم با هم مثلا بریم چای بخوریم، این آخرین نفر باشه، منم حالا مثلا قبل این دارم میرم بریم یه کافی مثلا با هم بزنیم آخر شب. خیلی فضای اینو داشتیم با هم دیگه. بعد خلاصه گفتم که بعد کار کجایی فلان، نه گفتش که هستم تایم دارم فلان، بریم اوکی، بریم بیرون مثلا کافی بزن. در تمام طول تایم اون روز، تایم کاری اون روز، من اینطوری بودم که نمیفهمیدم چجوری شخصیت چجوری یه آدم 4 تا 5 تا شخصیت کامل و کاملا متفاوت از هم داره. و اون باری که ما رفتیم با هم کافی خوردیم خیلی خیلی عجیب بود کلا واسم.
خیلی حرفایی شنیدم که معمولا تو محیط کار آدم با هم نمیزنن. آدم معمولا سعی می‌کنن تو محیط کار اعتماد از همو بگیرن، عزت نفس همو خورد بکنن، کار دزدی میکنن. ببین این واقعیت دیگه، سیاه نمایی هم نیست، واقعا دل خونمونه. رفتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم، برگشت گفتش که من اتفاقی واسم افتاد پارسال که مثلا 8-9 ماه کار نکردم و اتفاقی کل زندگی منو عوض کرد. اما من بهش گفته بودم که تو اصلا نباید اینجا باشی، تو اصلا نباید ایران باشی، چه برسه به این هلدینگه مثلا. اوکی خیلی خفنه، جزو تاپای خاورمیانه است اصلا هلدینگه، اوکی تو چرا اینجایی؟ اصلا تو الان باید با کمپانی متا کار کنی، تو باید یه جای دیگه باشی. گفتش که من واقعیتم قرار نبود اینجا باشم اصلا. و این خیلی جواب دارکی بود. یعنی من ذهنم همه جا رفت که تو داری تو این لول الان کار میکنی، چون تو خیلی خفنی اصلا نسبت به مارکت کلا 10 تا پله بالاتری جلوتری. مثلا سنش 19 سالش بود اون رزومه. چوری نمیشه ها. ببین نمیشد. دقیقاً مسئله که میگم من برام عجیب بود این نبود که مثلا یادم 25 ساله بیاد مثلا طراحی گرافیک خیلی خفنی بزنه مثلا تو نیم ساعت، که نشدنش به سنش بود. 19 ساله نمیشه اصلا. و میگم کلا خیلی جلوتر از سنش بود، خیلی مثلا این یه آدم 29 ساله بود واقعا. 10 سال بزرگتر، خیلی خیلی جلوتر بود. گفتم چیه داستان تو؟ گفت من از 16 سالگی با یه پسری بودم، بعد واسه شوک شده بودم داشت اینا رو به من میگفت، چون یه آدم محافظه کاره، یه آدم ساکتی که جواب سر بالا میده، میره میاد کارشو میکنه و با تو هم خیلی اوکیه، نه آسیب بهت میزنه نه خیلی لیلی بلالات میذاره، یهو شروع میکنه یکی از دارک ترین سایدای شخصیتش رو داره به تو میگه. گفت من سال 16 سالگیم که بود با یه نفری بودم آشنا شدم و ما با هم دیگه دوست شدیم و خیلی هم همو دوست داشتیم، مثلا قرار بود که با هم مهاجرت بکنیم. من برای کارهای تولدم با اون برای 18 سالگی مثلا یه ماشین واسم خریده بود و اینا. حالا خانواده‌شون متوسط رو به بالا بودن، اینطوری نبود که مثلا خیلی اوورتر. میگفتش که با من برای ماشین خریده بود و مثلا چه میدونم هرچی از بچگی طلا واسم خریده بودن و هرچی خودم کار میکردم، مثلا این همه اصلا علت این که این همه من کار کرده بودم این بود که هرچی هی سیو بیشتری داشتم، هرچی هی رزومه بیشتری داشتم، با قدرت بیشتری اون جاب آفر رو میگرفتم. و میگفتش که ما قرار بود با هم مهاجرت بکنیم. من ماشینم فروخته بودم، همه طلاهامو فروخته بودم، پدر و مادرم کلی از سرمایه هاشون تک فرزند بود، کلی از سرمایه‌شون رو گذاشته بودن برای من و ما قرار بود که بریم سفارت حالا اون کشور توی امارات، توی دبی، قرار بود که ما بریم دبی واسه آزمونی. و من گفتش که پروازمون ساعت 7 غروب بود، قرار بود من کل صبح برم سراغ این آدم، بریم 4 تا بلنگ وسیله بخریم و بریم. اصلا من برم سراغ این آدم در خونه این که مثلا با ماشین بریم و ماشینشو فرودگاه پارک کنیم و این مدلی. میگفت من صبح رفتم این یه جا قرار گذاشته بودیم با هم دیگه، یه کافه نزدیک خونه پسره بود، این نیامد، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت خواب مونده، اب نداره، 40 دقیقه یه ساعت و نیم 2 ساعت دیدم این آدم نیامد. و میگفتش که رفتم زنگ در خونه‌شون زدم، مامانشون گفتن که جانم چی شده دخترم فلان، چیه ماجرا؟ فلان دنبال فلانی. و گفتم که مثلا دیشب خونه نیومده، مگه با شما نبوده؟ گفت نه من نمیدونم، در جریان نیستم اصلا فلان. میره ردشو از رفیقاش میگیره فلان، مثلا این قضیه 1 ساعت زمان میبره، 1 ساعت 2 ساعت مثلا زمان میبره، میره پسر رو پیدا میکنه، توی شرایطی پیداش میکنه که میفهمه اصلا کل اون 1 سال 2 سالی که با این آدم بوده، نزدیک به 3 سال حتی شد با این آدم بوده، اگه بخوایم از آشناییشون تا زمانی که این اتفاق واسش افتاده مثلا در نظر بگیریم، تو کل این تایم این دختره فقط واسش یه پله پرتاب بوده. میره پسر دمش خیانت میکنه با کسی که مثلا میگفتن بابا این دوست دختر رفیقمه، بابا این اصلا فاب ده، اصلا ربطی ما به هم نداریم فلان. خب چجوری پلن مهاجرت رو ریخته بودن؟ اصلا ببین پلن مهاجرت رو ریخته بودن به خاطر اینکه دختر خیلی هم از نظر مالی خیلی آدم با جرم و با عرضه‌ای بود، خیلی از نظر حرفه‌ای و تخصص خیلی آدم خفنی بود، زبانش خیلی از این بهتر بود، آیلتسش 8.5 بود جنرالش. بعد خلاص پله پرتاب بود دیگه، یعنی همین که صرفا آفیسر پرونده این دوتا رو با هم دیگه اتچ میکرد واسه پسر 10 پله
بالاتر بود اصلا. نه پسر اصلا قصد مهاجرت نداشته یعنی؟ پسر قصد مهاجرت داشته، دختر وسیله‌اش بوده. خب باشه تا اون لحظه آخرم میومد سر قرار. اصلا نفهمه این خیانت رو. این چی میگم؟ میفهمم چی داری میگی، ولی من فکر میکنم یه سری جاها ببین تو اگه آدم خوبی باشی یه سری جاها یه سری گیفت ها میده زندگی بهت. حالا الزاما قرار نیست این گیفت پیشرفته تو باشه، یه جاهای جلوگیری میکنه از اینکه اوضاع بیشتر از این فاکتاب نشه. یعنی میدونی نمیدونم طبیعت کارما، ببین من دارم کاملا آنتی مذهب حرف میزنم، از کار با اعتقاد شخصی خودم و تو و تارگت آدینست ندارم اصلا. من دارم میگم خدا، کارما، انرژی، یهوه، بودا، هر چی که هست خیلی منصفه و خیلی چیزا رو میبینه. یعنی دیر و زود داره ماجرا ولی سوخت و سوز نداره. و دختر واقعا شانس آورده بود که پسر حماقتش یه جا زده بود بیرون. میدونی؟ و خب ببین آدم احمق خیلی آدمی نیست که حتی بتونه از منافع خودش هم خیلی خوب نگهداری بکنه. چون میدونی اگر این آدم رو در وهله اول اگر احمق نبود که اصلا سراغ کس دیگه ای نمیرفت. این دختر همه چی تموم بود. دختر بی‌نظیر بود. یعنی ظاهری تو نگاش میکردی گوگولی، ناناز، شسته رفته، اصلا یه چیز اصیلی بود واقعا دختره. و تو شرایطی هم با هم اوکی شده بودن که پسر اصلا شرایط خوبی نداشت واقعا و دختر خیلی پاش مونده بود و اینا رو داشت واسه من تعریف میکرد. من اینطوری بودم که چه قدرتی داری تو، 19 سالته، آدم داریم توی 40 سالگی کلا گیواب میکنه و اصلا مسئله اینقدر سنگین هست که تو حق داری گیواب بکنی، حق داری کلا ناامید بشی از همه چی. ولی این که میگم بابا 80 هم بابا چرا به ما میگی گوریل؟ ببین اینا دقیقا همون نسلی هست، نماینده اون نسلیه که میان توی سوشال مدیا به ما برچسب میزنن. اینا هیولا، اینا دریاکولا. بابا نه این معنی خیلی خوبی داره، من خودم میپاشم. بابا اصلا ببین ربط به سنم نداره، قشنگ آدم با آدم خیلی فرق میکنه. نه حاجی ببین در 80 و 90 خیلی ذهن بازتری دارن نسبت به خود من. خب اصلا یه کارایی میکنن، یک آزادی هایی دارن، واقعا این خیلی چیزه. هم مثلا اون جنریشن گپ دیگه. من واقعا دلم میخواست 80 باشم، واقعا دلم، یعنی 2 ساله ها، ولی واقعا دلم میخواست، چون زندگیشون بر پایه خودشونه. مثلا الان بابای من زنگ زد ناهار میخوری اینجوری، اصلا یه آزادی هایی دارن که فراتر از اینه که بخوان اجازه، فقط اطلاع رسانی میکنن. ببین داریم دیگه دوستای خودمون. اینطوری هم نیست بابا چرا؟ من با یه جمعیت عظیمی از اینا کار کردم. اون تایمی که حالا من با یه مؤسسه با دکتری کار مثلا زندگی میکنن. واقعا اینن. یه چیزی بهت بگم، کلا هیچ وقت هیچ چیزی رو کامل به تو نمیده یه جامعه. یعنی این مدلیه که اگر اینا یه سری آزادی‌ها رو دارن، یه سری خیال راحتی‌ها رو ندارن، یه سری ساپورت‌ها رو ندارن. یه وقتی ساپورت داره، آزادی هم داره، ولی یه آسیب بزرگتری هم داره نسبت به مثلا تو، یا مثلا چیزی که داری بگی با فاصله فقط 2 سال، فاصله 3 سال. میگم اینطوری نیست که مثلا بگیم خیلی وضعیتشون بهتره. چرا اینو میگم؟ ببین اوکی خیلی آزادی زیادی دارن این دهه، خیلی چیزا اصلا براشون اوکیه، آگاه‌تر و روشن‌ترن. به خاطر اینکه دیتایی که در دستش خیلی زیادتره. آفرین، خیلی خوبه. بچه چشم باز می‌کنه چت جی پی تی هست. آره ولی شاید میدونی اون لولشون از زندگی کردن فراتر از من شکی خب اقتضای تمام خیلی خفنه. ببین آره این چیزی که داری میگی درسته، ولی به اقتضای امکانات زمانه خودشونه دیگه. آره. و به واسطه این که نسل‌های قبلی هنوز اثرگذارن روی زیست اینها و اصلاً اطلاعات زیادی ندارن راجع به نسلشون، راجع به دهشون، راجع به مشکلاتشون، راجع به تروماهاشون، راجع به طرحواره هاشون، چون اصلاً دیتایی ندارن، نه مطالعه‌ای دارن، نه دیتایی دارن، نه اصلا خیلی‌هاشون معتقدن که اینا آسیب دیدن. اینا همینجور چه دارن بیشتر و بیشتر چون دارن ایگنور میشن، چون دارن رها میشن. آسیب‌های بیشتری از 10 جهت می‌بینن و طرف رها میشه، آسیب می‌بینه، ایگنور میشه، میاد توی سوشال مدیا به خودش لیبل میزنه، میاد توی سوشال مدیا می‌بینه که یک عالمه مثلا
از علائمی که داره توی یک طرحواره مثلا رها شدگیه، توی طرحواره نقص و شرم مثلا، یا 20 تا طرحواره دیگه، 15 تا طرحواره دیگه، طرف نگاه میکنه میبینه که این همه دیتا، این همه اطلاعات مربوط به خودش و شبیه خودش هست، در صورتی که اصلا تشخیص طرحواره اصلا همچین سیکلی نداره. تراپی خیلی تو باید تراپی بری، شاید تراپیست هم خیلی جاها نتونه روی کردش جوری باشه که نتونه به تو کمک بکنه، نتونه خیلی دیتایی به تو بده، نتونه اصلا طرحواره‌ای از تو تشخیص بده، شاید صرفا رفتار درمانگری بکنه، شاید اصلا رویکرد شناختی نداشته باشه. تا اگه رویکرد شناختی نداشته باشه می‌بینی خیلی بحث وسیعیه. یه چیزی، حالا نمیخوام از بحثم دور بشیم، ولی یه سوال، خودت الان جزو همون دهه‌ای میپسندی که مثلا این دختر 16 سالگی وارد رابطه شده؟ میخوام نظر خودتو بدونم. من خودم 16 سالگی نمی‌دونستم، همونی که فکر می‌کنی رو نمی‌دونستم. ببین خیلی سوال کانتروورشال و بازیه این چیزی که داری میگی. آره میپسندم، ولی کیس بای کیس. یه موقع هست مثلا من با یه نفری حرف میزنم 35 سالشه و نمیپسندم شخصا، یعنی اینطوری هم که میک سنس نمیکنه این آدم بخواد وارد یک رابطه جدی بشه. یه موقع آدم 16 17 ساله میک سنس میکنه که وارد یک رابطه جدی بشه، بلوغشو داره. چون میدونی بحث بلوغه، بحث اون فرایند و اون تجربه زیسته اون آدمه. اینی که میگی درسته، ولی باز من ته ذهنم اینه که مثلا اوکی 18 رو بذاریم سنی که دیگه تو واقعا بکنی از خانواده و وارد رابطه بشی. بحث کندن از خانواده میتونه اصلا سن بالاتری هم داشته باشه به واسطه اینکه شرایط اقتصادی و شرایط جامعه هم تاثیرگذاره. کندن از خانواده به معنای جدا شدن نه، به معنای ارتباط فیزیکی با یک پسر و یا حتی یه دختر جنس مخالفو دارم میگم. خیلی جالب. نه خب ببین بالاخره اون رستشی که برای هر آدم اتفاق میفته تو بازهای زمانی متفاوته. اون که نمیشه جاج یا حالا قضاوت کرد اصلا، ولی صرف نظر خودم بود، وگرنه که من الان دوستانی دارم که مدرسه میرن و اینجوریان که دوست پسرشون رو مثلا میرن با هم دیگه تمرین میکنن. این میدونی از یه سنی به پایین تر هم اصلا تو رسش فیزیکی اینو نداری. زنبورم میتر خب خاله برو چرا باش حرف میزنه. اوکی بریم سراغ بحثم. حله. آره بعد 19 سالش بود و من حالا این دیتا رو اصلا این داستانا رو تعریف کردم واسه اینکه فقط به یه پوینت برسم. شکیبا من این داستانا رو بهت گفتم به خاطر اینکه برسم به جمله‌ای که اون آدم اون روزی که ما با هم رفته بودیم کافه به من گفت بعد از اون جلسه اتمی. برگشت به من گفتش که همه آدما لزوماً جواب یکسانی از کاراشون نمیگیرن. نقطه صفر آدم خیلی با هم فرق میکنه، شرایطشون هم خیلی با هم دیگه فرق میکنه. و حرفش خیلی جالب بود. میگفت تو یه اعتمادی به من کردی که منم به یکی دیگه کرده بودم، من جوابشو یه طور دیگه گرفتم، تو جوابشو یه طور دیگه گرفتی. گفتم خب. گفت داستانه اصلا بحث اعتماده نیست، بحث این که اونی که بهش اعتماد میشه چجوری ازش استفاده میکنه. گفت تو توی فضای کاری یه اعتمادی به من کردی که شاید خانواده من اون اعتماد به من نکردن. تو یه ریسکی رو سر من کردی صرفاً به واسطه اینکه دیدی و احساس کردی قابل اطمینانم و تو این کارو کردی و خروجیش هم گرفتی. حتی بیشتر از اینکه خود همون دختر بخواد سود بکنه، برند سود کرد، هولدینگ سود کرد. ولی میگفت منم یه جایی زمانی به یه نفر یه اعتمادی کرده بودم و اون وقت آسیبش متوجه من شد. یعنی میگفت میدونی بحث اعتماد کردن یه وقتایی هست ما آسیب میبینیم، اولین کاری که میکنیم انگشت اتهام برمیگردیم سمت خودمون. چرا من این آسیب رو دیدم؟ چرا من اعتماد کردم؟ من حماقت کردم، اعتماد کردم. عجب خری، من چقدر ساده‌ام، من چرا اعتماد کردم؟ خیلی درست نیست، چون تو با یک مفهومی مواجهی به عنوان یک فاعل شناسا، طرف مقابل توه، بعد رگای فلسفه داره میزنه. تراپیست باشه. نه با من رشته دانشگاهیم داره میزنه. فلسفه خوندی؟ آره نمیدونستی؟ نه نگفته بودی. آره خلاصه میگم تو با یه موجود طرفی که اصلا تصمیم گیر واکنش های اون آدمه نیستی و اون آدم میتونه بی‌لیاقت‌ترین آدم دنیا باشه، میتونه آسیب‌زاترین آدم دنیا باشه، معنیش نیست که تو کار بدی کردی.
اگر که تو کار درست کردی، ببین تو زمانی که وارد رابطه میشی، کار درست شاید اینه که تو به طرف اعتماد بکنی، بهش فضای اینو بدی که خودش رو نشون بده و تو این کارو کردی و هی این اعتماد ادامه دار میشه تا یک زمانی که اون آدمه حالا یا خراب بکنه یا همینجوری اجازه بده این سیکل اعتماده بره جلو و هر روز بیشتر بشه. منظور این که قرار نیست تو الزاما کار اشتباهی کرده باشی و ما آدما یه چیزی رو باید یاد بگیریم که به هم اعتماد بکنیم. این خیلی داره میمیره تو نسل ما، تو همون نسل زدی که داری میگی، تو همون دهه 80 که داری میگی، داره میمیره اعتماد کردن، داره میمیره این که تو حساب بکنی روی نفر و وجه مقابلش هم اینه که این هم داره میمیره که آدم ها اصلا نمیذارن که کسی روشون حساب بکنه، داره از بین میره تومون. ببین مثلا میتونی تو یه موقع به نفر اعتماد میکنی، طرف با اوج حماقتش میاد، حماقت هم نه، تو چرا به من اعتماد کردی؟ مثلا من اهمیتی نداره، مثلا من مهم نیست، تو به من رو من حساب کردی، من که مسئول تو نیستم. من اتفاقا مسئولی. چرا نیستی؟ تو تا ابد مسئولی به خاطر اینکه تو عضوی از این جامعه ای. نمیخوای مسئول باشی، برو تو خونت بشین، در خونه رو خوباتت ببند. یاد شازده کوچولوفه تا ابد در مورد کسی که اهلیش کردی مسئولی. آره خیلی راجع از زبان شازده کوچولو خیلی حرف میزنن. ببین من میگم یه شب آنتوان دو سنت اگزوپری رو به خواب دیدم. به خدا اینا رو من نگفته بودم، اینا که تو میذاری تو کاناله نه حرفای من نیست. یکی اونی که دکتر شریعتی خیلی از زبون این دوتا آدم خیلی حرف میزنن. ولی آره ببین درسته که تو میتونی که اصلا اجازه اینو داری که انتخاب نکنی، ولی اپیزود ایماج هم اینو میگفت. یه جا من چند بار اون اپیزود رو نگاه کردم، خیلی هم ایماج خیلی باحالی. یه جا راجبه همین داشت حرف میزد، گفتش که تو تا اول گفتش شاید نفهمی ولی یه سری نگاه ها رو ماه و تو مسئول همه اون نگاهی، تو اجازه نداری هر رفتاری بکنی، اجازه نداری هر کاری بکنی و کاش انقدر اینو بگیم که همه اینو بشنون، که اصلا شعار بشه، تکراری بشه، کلیشه بشه، ولی یه چیز درست کلیشه بشه. من موافقم با این اعتماد. میدونی تو سالها تلاش میکنی واسه ساختن اون رابطه و اون اعتماده، ولی یه جا که میشکنه انگار یک چیزی توی تو شکسته و انقدر باید تراپی بری. من نسل جدید رو به این میشناسم که خیلی تراپی میرن و اصلا قبل شاید دهه 60 به این معتقد بودن که مگه روانی هم که برم تراپی، الان اینجوریه که آدم سالم میره تراپی، اونی که نمیره روانیه. خب ولی وقتی یه چیزی میشکنه به نظرم اعتماده مثل دومینوه. مثلا اینجوری باید بگم که من به تو اعتماد 100 میکنم ولی تو فقط یک بار مثلا میای یهو داد میزنی، اون شکست، اون تموم شد. اگر مثلا ما 1 سال رودابه رو میشناسم و یک بار داد زده، باید دوباره 10 سال بجنگه تا دوباره برگردیم به اون، چون فرایند اتفاق چون فراینده نیست. همونه و وقتی شکسته حالا تو بیا بگو. ببین یه چیزی دیدم خیلی قشنگ بود، یه گیلاس شرابی بود، این گیلاس شرابه رو انداخت زمین، 1000 تا چسب زخم زد روش، دوباره شراب ریخت، باز شکسته. تو نمیتونی یک آدم رو بارها بشکنی و من خیلی واقعا اون دختر رو اینجوری هم که دمش گرم که با تمام اینها باز ادامه داده و دم تو گرم. این دیدگاه منه که 2 بار بهت یعنی اون اعتماده رو گفته، یکی سر جلسه، من اصلا جلسه رو حالا تو ذهنم نیومد تا زمانی که خودت گفتی. من اینجوری بودم که ایول که بهش اعتماد کردی و با اون روحیه منزوی استخدامش کردی. اون اعتماده به نظرم با ارزش تر از این جلسه بود، چون دیگه اونجا خودش رو ثابت کرد. ولی همین که این قدم وارداشته شده و اعتماد شده، این خیلی قشنگ‌تره. حالا یه چیزی بهت بگم، یادت گفتم بهم زنگ زد گفت اون اتفاقی که تو هی میگفتی افتاد، من هی بهش میگفتم که از اون روز به بعدش گفتم پسر برمیگرده ها، حواست باشه برمیگرده ها، ولی تو نباید اشتباهی که یه بار کردی رو 2 بار تکرار کنی. آدم که یه بار یه کاری رو کرده اگر بخشیده بشه
این بستگی البته به اشتباهه داره، اینم میگم نمیشه خیلی مطلق آره لول اشتباهه دیگه. آره مثلا ممکنه یه نفری یه لیوانی رو بزنه بشکونه و تو ببخشیش و ممکنه تا آخر اون 200 لیوان دیگه هم بشکونه. خب تو میتونی هر 200 بار تا آخر اون میتونی ببخشیش، ولی خیانته اصلا یه لول دیگه است. یه سری رد فلگا هست که دیگه دقیقاً یه که حرمته دیگه، حرمت نباید شکسته بشه. چند روز پیش به من زنگ زد گفت پسر برگشت. گفت دیدی اون چیزی که گفتی شد پالا اینا. گفتم خب دوست چه روی داشته یارو؟ اصلا فکر کن گند و زدی، زندگی طرفو تباه کردی، اصلا پولش هیچی. داریوشان اشتباه میکردی. اصلا پولش هیچی، وقتش و عمرش و احساسش و اعتماد خانواده‌اش به اون دختره. پسر گل، پسر عزیز اصیل ایرانی، سر سفره خانواده بزرگ شده. تو وقتی با دختر وارد یک رابطه میشی، جان عزیزت گوش کن به من، تو وقتی با دختری وارد رابطه میشی، دختر ایرانیه، تو خانواده ایرانی داره زندگی میکنه و یه مسئله وجود داره، اینکه اون دختر منهای اینکه باید تو رو سفید بکنه برای خانواده‌اش، خودش هم باید دائم برای خانواده‌اش سفید باشه. 99% دخترای خانواده‌های ایرانی این شکلی‌اند، چون 99% خانواده ایرانی بافت سنتی دارن هنوز که هنوزه. توی خانواده‌های راحت و اوپر نمی‌بینن 1%. نکن این کارو. یعنی یه جوری خرابش اگه فکر میکنی که نمیتونی درست نگهش داری و درست پیش ببریش، حوصله‌شو نداری، حالشو نداری، نمیخوای اصلا، تو حق داری نخوای، ولی حق نداری بخوای و بری خراب کنی، چون فقط خودتو خراب نمیکنی، دختره رو هم میکشی پایین، اعتماد خانواده‌اش بهش. من دیگه دارم حرفمو میزنم دیگه. ببین تو وقتی یه نفری ندونه میگی نمیدونه، آره. ولی وقتی بدونه و بکنه دیگه تو میگی طرف چه آشغالی بوده این کارو کرده دیگه. دقیقاً این فکت رو خیلی جا استفاده میکنم. یعنی به دوستان مثلا داریم میریم یه جایی، میگم مثلا یه حرفی به رودابه میزنم، میگم بین خودمون بمونه. خب بعد رودابه میگه که مگه من تا حالا پیش کسی چیزی گفتم؟ نه فرقش اینجاست، وقتی از دهن من در میاد بین خودمون بمونه، خیلی میخوام اینجوری باهاتون حرف بزنم. اگه تو یه جا سوتی بدی، من حق دارم تو رو جر بدم. دقیقاً. حق دارم بزنم تو گوشه، چون تو میدونستی رودابه نوعی باشه، دوست پسرم باشه، مادرم، یعنی عزیزم باشه. وقتی آگاهی رو داری، حق دارم هر کاری بکنم. دقیقاً. ولی اگه ندونی و ناآگاهی باشه، اون ناآگاهی اونجا دیگه من هستی. خیلی نمیتونم محق باشم به حریم خودم. میدونی بحث اینه که تو اگه ندونی میگیم نمیدونسته، هر چقدر بدیهی باشه نمیدونسته، ولی یک بار حرف زده شده راجبش. هم تو عاقلی، بالغی، گوش شنوا داری، اندک مغزی داری برای اندیشیدن، هم من اندک شعوری دارم برای عنوان کردن یک سری حریم‌های خیلی محرز. دیوونه‌ای؟ دختره الان یک ماهی هستش، کمتر از یک ماهه که روسیه است، یه دوست پسر بی‌نظیر داره. ببین پسر ببین دختر گلم. آره خلاصه نکنید آقا، باش بیرون از این در انقدر آدم هست، انقدر واسه رفاقت، واسه شراکت، واسه حمایت، حسابت آدم زیاده. ببین وقتی یه نفر میاد با یک بنر انقدی به تو میگه من یک انسان بیشورم که قدر تو رو نمیدونم، مثلا لزومی نداره تو هی تلاش بکنی که بنر رو نبینی. نه منظورش این نیست که من بیشورم، نه خب یارو واضحه دیگه. واقعا امیدوارم روزی برسه که دخترهامون عزت نفس کافی داشته باشن و پسرهامون. باز پسرها دارن به نظر من. پسرها اولین قربانی سیستم مرد سالارین. عزت نفس خیلی توی دخترها کم شد. جنسیت نداره. یعنی من این حرفتو تایید میکنم به ضمیمه اینکه جنسیت نداره. یعنی امیدوارم دخترهامون و پسرهامون عزت نفسش رو شناره. ساید هر کدوم اگر خیانتی دیدین، رد فلگ دیدین، نبخشین، باش مقابله کنین، چون تو لیاقت اینو داری که بهترین رفتار باهات بشه. موافقم. و وظیفته که بهترین رفتار رو بکنی. یعنی جفت و تا سایدو باید در نظرش باشه. پس کسی رو نبخشید. انتقام بگیرید، بگید دعوا کنید. آره سایده الان میفوش. آره مثلا میان میبرنمون، میگن شما شهر رو به آتیش. چرا؟ فردا میبینید همه رابطه‌ها داره گله دعوا سینگل. چرا؟ نه بچه‌ها لایق
بخشیدن کسیه که عذرخواهی کردن رو بلده. عذرخواهی کردن اصول داره. عذرخواهی کردن به یک کلمه ببخشید، معذرت میخوام، حالا نه غلط کردم، گوه خوردم، ختم نمیشه. عذرخواهی مال کسی که کفشتو لگد میکنه، کسی که به خیانت میکنه. خیانت یه چیزیه که اون رد فلگ تهیه است دیگه، میدونی، مثلا خیانت اولیشه، بعد بی احترامیه است، چه میدونم، بعد دست بلند کردنه، حالا چه دو سایدا، اینا اون رد فلگ اساسی است. ولی ساید پایین ترش حتی اون اصولی عذرخواهی کردن است. اینو داشته باشین دیگه، و اینکه از اعتماد کسی سوء استفاده نکنین، چون زمین گرده و کارمایز بچ. اون چوبی که میزنی تو سر یکی میگرده میره تو پاچه خودت. آره، من یه جمله دارم میگم، ببین آقا پسر عزیزی که فکر میکنی خیانت کردی، یک روزی دختردار میشی و اون پسری که در آینده با دخترت دوست میشه بهش خیانت میکنه. دختردار نشی، یک روزی مادرت این کارو با بابات میکنه، نشد خواهرت میکنه. مطمئن باش تو هر کاری که بکنی به سمت خودت برمیگرده. این یه قانونه. نمیدونم، چون life is balanced. به نظر من بهشت و جهنم همینیه که الان هستی. تو همه چیز رو تو همین دنیا میبینی، بعدش حالا وارد هر جهانی که هر افکاری داری میشی. آره، کلام آخر. بهترینا رو بخواه واسه خودت، بهترینا رو بساز واسه خودت، بهترین باش و نذار کسی باهات بد رفتاری کنه. ماچ به کلت، ماچ به تو، ماچ به تو، ماچ به همه شما. خدافظ. خدافظ.